خوش آمدین به برنامه آیکان لیکس. امیدوار هستم که به هر کنار دنیا باشین، جور و صحتمند باشین. میمون برنامه ما امروز یک چیره است که همگی میشناسه، یک دختر خانم بی‌حد موفق، یک آوازخوان نیست، یک نمونه است برای دخترای جوان افغان. خوش آمدین مجده جان جمالزاده. مانا جان خان سلام، خدا کنه جور صحتمند باشین، خدا کنه که همه بینندای عزیز جور صحتمند باشین. با اینستاگرام دیدم که یک کلیپ گرفتن از برنامه قاسم جان بخیر او را ادیت کردن و انداختن به اینستاگرام. من نمیفهمم مجده جان چی جنجالی بود به این برنامه، اگر بتونی بر ما تشریح کنی که مردم درباره چی صحبت می‌کنن. کسایی که اگر فکر کرده باشن که اصلی است، ما واقعیتش امرای امی دختر زیبا که آمد امرای ما مصاحبه کرد یا باعث چی بگن از آدینس دیگه انتخاب شد، نه؟ ایره پیش وقت ایره بکستیج بودم رایم، وقت ما سوالا و جوابا را کل تنظیم کرده بودیم امرای قاسم جان، وقت کل اسکریپت و چیزا جور شده بود. نام خدا. آریانا جان، مجده جان، فقط امی که از دیدنت بسیار خوش هستم. موفق باشی، زنده باشی. تشکر یک جهان. یک توفه خو گفته بودین برای علاقمندتان میتین؟ حتما یک انگشتر برش میدم. واو، میشه بتی برشان. واو، نام خدا. بیاین بس کارشان. بسیار تشکر از شما، بفرمایید. مجده جان، یکی از علاقمندای خاص شما هستم. الگویتون در رشته موسیقی کی بود؟ الگویتون در رشته موسیقی کی بود؟ میخوام یک سمسمه داشته باشیم از مجده جان. این بسیار اگر علاقمند هستی میفهمی که سرم قد میخوره کسی بگه زمزمه کو. با خواهی نشیشتی برای هر کس بخواه. تشکر از اینکه من دعوت کردین امروز در برنامه. بسیار خوش هستم و برنامه بسیار موفق است. آیکان لیکس. ما تا حال I've been keeping up with all the episodes and it's an amazing show. بسیار خوشم که امروز ما میمانتان هستم و یک ابتکار است. بسیار یک چیز جالب جور کردی. موفق بودی، همیشه موفق‌تر باشی. همیشه I wish you a lot of success و این برنامه مطمئن هستم it's already creating a big buzz. تشکر که میمان برنامه امروز ما هستی و واقعا تو برنامه ما را رنگین‌تر میسازی و خودت واقعا زیاد مردم از ما خواهش کردن که تو مخصوصا یک مصاحبه پیش ببریم. بازم خوش آمدی به برنامه آیکان لیکس. welcome مجده جان. خب مجده جان، let's get to the point. اولین سوال ازت میکنم. خب همگی خودیده خودت به افغانستان بودی. به افغانستان چی کردی؟ چی وقت آمدی؟ حال کجاستی؟ خب شما خبر دارین دیگه، از قدیم من میشناسین، میفهمین که چی گپا بود از زندگیم. در 2009 تصمیم گرفتم که افغانستان برم. یک آفر از طرف تلویزیون یک گرفتم که برنامه افغانستان's Got Talent رو پیش ببریم و لایسنسش گرفته بودن، همه چیز آماده بود. 2009 دوجی گرفتیم. مادر جانم گفت که بهتر است که ما یک کار کنیم، یک برنامه داشته باشیم که برای مردم یک چی شود دیگه، مثل اینفوتینمنت واره، یک چیزی که آدم ازش یادم بگیره، در این وقت یک کم ساتیری باشه، یک کمک جالبم باشه. در این وقت موضوعات اجتماعی بود. پالوش هنرمنده میخواستیم وجود دعوت میکردیم که چند آهنگ بخونه برای ما. We had kids games. So basically از تفلا گرفته تا مادر کلانا و پدر کلانا همگیش می آمدن در برنامه ما، برنامه مجده در تلویزیون یک اشتراک میکردن و باعث آدینس می آمدن و تماشا میکردن. بسیار یک برنامه موفق بود و چیزی که ما فکر کردیم از او که بسیار زیاد موفق‌تر شد، چون در داخل افغانستان ضرورت بود که یک قسم برنامه وجود داشته باشه. از اون خاطر مادر جانم هم زیاد پوش کرد که امی برنامه شوه و اقدر خوششان از امی نظریات مادرم که حتی چیره امی برنامه افغانستان's Got Talent بیخی اوسو کردن temporarily. So it was a really good show. اولین برنامه رو که به افغانستان پیش بردی کدام برنامه بود؟ اولین برنامه The مجده شو بود که در انگلیسی مجده شو، در فارسی برنامه مجده.
و دلیلی که ما این نام انتخاب کردیم از خاطر که فوکس ما زیادتر طرف کانسپت اوپرا شو بود، چون من و مادرم بسیار علاقه‌مند اوپرا بودیم و برنامه اوپرا. از اون خاطر دیگه یک کمک چی کردیم، کوشش کردیم که کمی similar style داشته باشه از اوپرا شو. از اون خاطر نامش هم The مجد شو مانده. اوکی، بسیار خوب. مجد جان، یک سوال دارم ازت. خودت یک آوازخوان هم هستی، یک نمونه هم هستی برای دختر خانما. خودت هدفت چیست با اینمی کارهای هنریت؟ هدفت اصلا چیست برای افغانا که خدمت میکنی؟ اصلا دلیلی که من موسیقی رو شروع کردم و پای ماندم به موسیقی و خیلی تا همگی فهمیدن که دلیلش چی بود، اینمی بود که من امرای یک کمک کنم و یک خدمت کنم برای وطنم و بسیار زیاد وطن دوست هستم. از وقتا که ما چی شدیم دیگه، ماجر شدیم، مجبور شدیم که برایم از افغانستان و بیاییم در کانادا، بسیار دق شده بودم پشت افغانایم، پشت وطنم. همیشه یک کشش داشت برای من، از خاطر ما کوشش کردم که از یک طریق بتونم پس برم دوباره یک روز. از اون خاطر من موسیقی رو انتخاب کردم، چون موسیقی یک چیزی است که همه گیره با هم جمع میکنه، یک جای میسازه و یک چیز بسیار مثبت است. و من فکر کردم که اگه از یک راه مثبت بتونم که امروی مردمم باشم، مردمم در دور پیش خودم باشه، امکاناتش باشه که پس برم در وطن خود در افغانستان، بهترین چیزی نمیست که موسیقی است. از خاطر موسیقی و انترتینمنت همی چانس بر مردم میده که یک چند لحظه مشکلات خود فراموش بتونن و لذت ببرن از یا موسیقی یا یک برنامه تلویزیونی چیزا. از اون خاطر یک خانم، نه خودت افغانستان هم زندگی کردی، خودت هم با کانادا هم زندگی کردی، نه؟ با جامعه افغانا برای یک دختر خانم بسیار مشکل است که یعنی خود برسانه. به نظر شما چی مهم است؟ چون ما اینمی چند چهراست که ما از طریق تلویزیونا 7-8 سال میشه که ما این چهرا رو میبینیم و اینمی چهرا که ما مانده. چی فکر میکنین که باعث یک هنرمند برای مردم ما طرف چی بیشتر سیل میکنن؟ متوجه چی هستن؟ متوجه آواز هستن؟ متوجه اخلاق هستن؟ متوجه چی هستن؟ برای مردم شما خو در بین مردم هم هستین، چی مهم است برای مردم؟ من فکر میکنم که مردم بسیار متوجه زیاد چیز هست، نه تنها باید آدم یک آواز خوب داشته باشه، اخلاق خود 100% اخلاق آدم میبینن و راستی اولا قدر زیاد مردم البته نمیشناخت، حالا که پیش هر کس میرم اولین چیزی که میگن که یک تعریف که میکنن، اولین تعریفشان از من اخلاق است که I think that's the most rewarding thing برای من، که وقتی که یک سپورتر ما یا یک طرفدار ما میبینم مرا بغل میکنه و از نزدیک میگه که اخلاقت بسیار عالی است. اونو it's the best compliment that anybody can get. اخلاق بسیار زیاد میباشه. بسیار مهم است برای خانما که اخلاق خوب برای هر کس که اخلاق خوب داشته باشه، از خاطر مردم میبینه و they judge, you know, it's a judging world. مردم جاج میکنن، اما مهمتر از همه چیز حاکمیت یک انسان بسیار مهم است که سر خود حاکم باشه، که فرق نمیکنه که مردم راجع به او چی میگه، در آخر باید سر خود اقدر حاکم باشه که هیچ گپ کس سرش تاثیر نکنه. یک strength باید داشته باشه، یک قوت و strength. اینی چیزایی است که یک خانم especially در جامعه ما بسیار ضرورت است که یک خانم she has to be very strong in order to make it, in order to be successful. از خاطر مردم هم میزنه so اگه آدم بانه که گپای مردم سر آدم تاثیر کنه don't even bother getting into this industry. مجد جان، ما ایره با دو چشم خود دیدیم، خودت و یک هنرمند دیگه، ما تجربه را داشتیم که هر دویتان، یعنی شما میفهم که رقابت است در بین دخترها، رقابت هم است بین شما و همچنان بچه هم هنرمندا که یعنی بچه هستن و شاید از شما هم سنشان کلانتر باشه. شما رقابت که میبینین چی احساس میکنین؟ برای شما جالب است؟ شما خود ما میفهمم وقت رقابت است، مگر چی احساس میکنین وقتی که مثلا به یک آرسی میرین یا به یک کنسرت میرین؟
در عروسی نمیخوانم. There's nothing wrong with singing at weddings، اما من نمیخوانم از خاطر از طرف مادر پدر و از طرف یگان دوستا اجازه ندارم که در عروسی ها اشتراک کنم. اما رقابت یا کنسرت ها ما دیدیم 100% کنسرت هایی که داشتیم قبلا امرای آقایان و مردم زیاد خبر ندارن چون آقایان یکم که چوب هستن یه ساعت و خب کار خدا پشت سرم میکنن. یگان حادثه شده که در کنسرت بودیم، وقتی کنسرت بوده و در آخرین لحظه یگان آقایان که در موسیقی هستن اینا کوشش کردن که برنامه مرا بهم بزنن و چندین دفعه شده. اما جالب است از خاطر هنوزم من دوست میگمشان، هنوزم دوستایم هستن and I have no issues with them. خیره اگه این کار میکنن مرا خنده میگیره. یگان وقتا شده که یعنی با ایران ماندیم در آخرین لحظه چی کنم وقتی که دیدیم و خود نوازندهایی که مثلا گفتن که تو امرای از اگه کار کنی ما دیگه که همکاری نمی کنیم. باز نوازنده آمده برای من گفتن من چی کنم؟ Don't worry about it, it's okay. تو برو کارت کو امرای از اونا من چاره خودم میکنم. اما من به چی خنده میگیره؟ هر کسی که رقابت منفی میکنه، هر کسی که میخواد که ضرر برسانه با کسی دیگه، برای من بسیار جالب است و من اونا رو فکر میکنم که یعنی چقدر اینا احساس ضعیفیت بگم یا چقدر خود احساس میکنن که مجبور میشن که برنامه مرا خراب کنن.